یک لیلا داریم. یک لیلا. و 5 اولاد داریم. مریم جان، زهرا جان، فاطمه جان، صادق جان، محمد جان. خداوند حفظشان کنه. اسم حضرت لیلا هم همیرا است. اگر برو چون رمزگشایی داریم بس فردا میپرسید چی بگم. چقدر زیبا استاد، بسیار عادی صحبت میکنه. چرا عادی نمیشه؟ واقعا وقتی شعور و فهم و فراست و دانش به معنای واقعی کلمه به نمایش گذاشته میشه، میبینید چقدر زیبا است. یعنی در این ویدیو شعور و دانش و مردانگی واقعا موج میزنه و متوجه 2 تا نکته در این قسمت ما شدم. اولا که بین فرزندانش هیچ فرقی قائل نشد که مثلا بگویه اینا قدر اولاد دارم، 2 تاش دختر است 2 تاش بچه است، گفته اینا قدر فرزند دارم فلانی فلانی فلانی. و نکته دومی که بسیار به راحتی نام خانم خود گرفت در حضور میلیون ها انسان. چرا باید نگیری؟ چرا باید گرفتن نام یک زن ننگ و عار شمرده شود؟ چه رسم و رواج مزخرف و غیر انسانی است که ما اکثریت ما به او پابند هستیم؟ واقعا درود به شرف این استاد معزز و بزرگوار و با شرافت ما. بسیار به راحتی نام حضرت فاطمه رو میگیریم، دختر پیغمبر، مگر دخترم از دختر پیغمبر صلی الله علیه و کرده عفیفتره؟ نه. وقتی شما نام حضرت عایشه رو میگیریم، خدیجه رو میگیریم، بسیار سادگی با عادی، همسران پیامبر، خب چرا من نگیرم نام خانم؟ که ننگ نیست، افتخار است. خب اسم به همین خاطر هستی، به همین خاطر گذاشته شده. بله خب باید گرفته شه و خب چیزی نیست. خود رسول الله صلی الله علیه و آله به منبر میشینه، بسیار راحتی برای مردم میگه که اگر فاطمه دختره میکاره کرد یا کار کرد، پرسان میشه چی کسی دوست داری؟ میگه از مردها ابوبکر. وقتی زنها مطرح میشه نام همسرش میگیره بدون اینی که درنگ بکنه یا عیبی باشه. خیلی متاسفانه در جامعه ما به نام غیرت زدین، همه چیز رو گن کردن متاسفانه. واقعا همین رقم است. یک تعداد فکر میکنه که اگر کسی بدانه نام خواهرش فلانی است، نام خانمش فلانی است، نام مادرش فلانی است، این نفر مرتکب بی‌غیرتی شده. این یک آدم بی‌غیرت از غیرت نداره، مردانگی نداره، در حالی که یک حق طبیعی هر انسان است. یعنی حق خدا برای یک انسان داده که نامی داشته باشه و اون نامش دیگرا بدانن و با اونمون نام مخاطب قرار بدنش. و باید ابراز امتنان بکنیم از دانشمندان و علمای برجسته و با تدبیر مثل استاد قاضی زاده که در زدودن و از بین بردن یک چنین رسم و رواج‌های بسیار ناپسند و غیر انسانی نقش بسیار اساسی ایفا میکنن. برادر، هر انسان حق داره نام داشته باشه و هر انسان حق داره نامش گرفته شود، چه زن باشه چه مرد. یاد بگیریم و نهادینه بسازیم.